حاکمی هر شب در تخت خود به آینده دخترش می‌اندیشید که دخترش را به چه کسی بدهد تا مناسب او باشد. در یکی از شبها دیگر صبرش به سر رسید و وزیرش را صدا زد و از او خواست که شبانه به مسجد برود تا جوانی را مناسب دخترش پیدا کند که مناجات و نماز شب را بر خواب ترجیح دهد. از قضا آن شب دزدی قصد دزدی در آن مسجد را کرده بود تا هرچی گیرش بیاید از آن مسجد بدزدد. پس قبل از وزیر و سربازانش به آنجا رسید و از دیوار پشتی مسجد بالا رفت و داخل مسجد شد. هنگامی که به دنبال اشیایی به درد بخورش میگشت، وزیر و سربازانش داخل شدند. دزد صدای در را شنید که باز شد، بنابراین راهی برای خود نیافت جز این که خود را به نماز خواندن مشغول کرد. سربازان داخل شدند و او را در حال نماز دیدند. وزیر گفت: سبحان الله، چه شوقی دارد این جوان برای نماز. و دزد از شدت ترس هر نماز را که تمام می کرد نماز دیگری را شروع می کرد، تا اینکه وزیر دستور داد که سربازان مراقب باشند از نماز که تمام شد نگذارند نماز دیگری را شروع کنند و او را بیاورند. و این گونه شد که وزیر جوان را نزد حاکم برد. حاکم که تعریف دعاها و نمازهای جوان را از وزیر شنید، به او گفت: تو همان کسی هستی که مدت هاست دنبالش بودم و میخواستم دامادم باشد. اکنون دخترم را به ازدواج تو در میآورم و تو امیر این مملکت خواهی بود. جوان که این را شنید مات و مبهوت شد و آنچه را دیده و شنیده بود باور نمی کرد. سرش را از خجالت پایین آورد و با خود گفت: خدایا، مرا امیر گرداندی و دختر حاکم را به ازدواجم درآوردی فقط با نماز شبی که از ترس آن را خواندم. اگر این نماز از سر صداقت و ترس از تو بود چه به من میدادی؟ و هدیه‌ات چه بود اگر از روی ایمان و اخلاص نماز میخواندم؟ آری، خداوند متعال یگانه خدای خوب و مهربان ما، رحمت و عطوفتش به قدری است که نه تنها این همه نعمت بی حد و شمار به بندگانش ارزانی داشته است، بلکه مرتب به آنها پاداش و جایزه هم میدهد. حال اگر این بنده کسی باشد آلوده به کثافات گناهان و منفور هم نوعانش، باز برای پروردگار دارای ارزش است و به او میگوید که به سمتش بازگردد. بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کردید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می‌آمرزد. به درستی که خداوند بخشنده مهربان است. آیه 53 سوره مبارکه زمر. خداوند متعال این همه به من و شما فرصت می‌دهد که برگردیم، که ناامید نباشیم و آگاه باشیم که محبت خدایی محبتی از جنس دیگر است و نباید هرگز ناامید شد. خداوند آغوش می‌گشاید، بر ما منت می‌گذارد و می‌پذیردمان و به خاطر این لطف بی نهایت پاداش بی بدیلی را هم برای ما در نظر می‌گیرد و می‌گوید نه تنها دوستتان دارم بلکه رستگاریتان را هم تضمین می‌کنم. امیدواریم که این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشد و اگر احساس می‌کنید که این ویدیو برای سایر افراد هم مفید هست، از شما می‌خواهیم که اون رو برای دیگران هم ارسال کنید. همچنین این ویدیو رو استوری کنید و نظرتون رو در قسمت کامنت ها بیان کنید تا انشاءالله بتوانیم در آگاه کردن سایر عزیزانمان نقش داشته باشیم. جزاکم الله خیرا. التماس دعا.